اگر نپذیرفتنت قبول کن. اگر دوستت ندارند رها کن. اگر جای تو یه نفر دیگر رو انتخاب کردند به زندگیت ادامه بده. قرار نیست همه کسایی که دوستشون داری تو زندگیت بمونن. همه کسایی که بهشون اعتماد داری وفادار نمیمونن. به آدمایی که نمیخوان تو زندگیت باشن اهمیت نده. من کسایی رو از دست دادم که برام یک دنیا با ارزش بودن. اگر احساس میکنی کسی با شما رو راست نیست، بهش احساستو بگو و هیچ وقت ناراحت نباش که خود واقعیت بودی. به آدما فضا بده، زمان بده، آزادی بده. التماس کسی رو نکن که بمونه. شاید نتونی شرایط رو کنترل کنی، ولی میتونی طرز فکرتو کنترل کنی و با